إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. آیت 118 الله متعال حالات مشرکین مکه را بیان کرد که یا آواز نمیده مگر چیزایی که زنها هستند یا به صفات زنا را داره، عاجز هستند یا شکل از او را به شکل زنا جور کرده آواز میده. مشرکین مکه ملائکه الله متعال دخترای الله میگفتند، میپنداشتند، از همون خاطر بتایی را که ساخته بودند به زعم خودشان به شکل زنا بود. عزا، منات یا کلش شکل زنا را داشت و ایرش یا پرستش میکرد. الله متعال میفرمه و ای یدعون الا شیطان مریدا، در حقیقت یا عبادت نمیکنه مگر شیطان سرکشه. چرا؟ به خاطر که اینمی وسوسه شیطان است، در ذهن از یا مزین کرده که عبادت اینمی چیزا سبب قرب و نزدیکت برای الله متعال است، حالان که هیچ نوع دلیل برای ازی نبوده. الله متعال حرکت زمان جاهلیت مذمت میکنه، بیان میکنه که مردما تابعداری شیطان میکنه، چرا که سند و دلیل برای عبادت لات و عزا و منات موجود نبوده، لیکن بازم یا فکر میکردن که با عبادت از یا به الله متعال نزدیک میشه. البته مشرکین مکه امی بتا را حاجت روا و مشکل کشا نمیدانستند، حاجت روا و مشکل کشا الله را میدانستند، لیکن این را ذریعه نزدیکت به الله میدانستند. افسوس است که امروز مسلمانای ما همچو عقیده غلط مبتلا هستند، یا میگه ما اولیاء را وسیله میگیریم، تو گناهکار سخت هستی، زنا کرده، دزدی کرده، غیبت کرده، ولی تو را به الله پیش بکنه، الله متعال تو را معاف بکنه به خاطر که ولی تو را پیش کرده. عمل از ولی است، خودی از نزدیک به الله شده، بندگی الله را کرده، نزدیک شده، تو چی مناسبت داری با امرای از او؟ اینی مشکلی است که امروز هم در جامعه ما مکمل دیده میشه. مردم ها در زیارت ها رو میرن، از الله متعال طلب نمیکنه و مقصدشان هم است که ما از خود قبر طلب نمیکنیم، بلکه ایرا ما وسیله جور برای الله متعال. او مردکه که به الله نزدیک شده، به این خاطر نزدیک شده که عبادت درست الله را انجام داده و همیشه تابعدار الله بوده. تو چی کرده ای که حالی تو را به الله چی بکنه؟ الله قانونی خود معاف کنه؟ نعوذ بالله. اعلان کرده که اگر کسی اینی گناه را کرد اینی عذاب برش میدم. یک ولی بره و الله متعال از منصرف بسازه از او اراده یا قانونی که الله اعلان کرده. این امکان داره، این خود عجزی الله لازم میشه. مشکل این همیسته که مسئله وسیله خیلی مسئله مورد نزاع و اختلافی در بین علما و حتی طایفه های خیلی بزرگ مسلمان ها در گیر آمده و این همی ذریعه واقع شدن مردم در شرک میشه. چرا؟ 4 روز که در یک قبر رفت به خاطر وسیله، روزی پنجم باز از خودی قبر طلب میکنه. امی وجه شرک در زمان نوح علیه السلام بود که مردمان نیک اول تصویرایش کشیده بود که ما ایره میبینیم عبادت میکنیم، مثل از یاوری یاد ما عبادت میه، آینده و آخر و انجامی طور شد که خودی از وار عبادتش شروع کرد. امروز هم همونطور است. کسانی که در قبرها میره کلشان طریقی زیارت یاد نداره، بلکه از خود دیونه قبر بچه‌ش مشاهده میشه که طلب میکنه، خاکش میخوره، سنگش در جان میزنه، آلوچک اونجا میپرته، اولاد از او میخواه، بعد از اون نام اولاد خودم به مون نام میگذاره و اونجا ذبح و قربانی و نذر و نیاز میکنه. ولی تاسف در مورد او علمای است که بازم بین این طرف مردم دعوت میدن، نزاع در بین مردم به خاطر توسل به ذوات فاضله سر و صدا را بلند میکنه که توسل به ذوات فاضله درست است یا نه، حالان که علما فقهای کلی مذاهب نوشته میکنه که هرگاه امر دایر شود بین بدعت بودن و مستحب بودن، اینمی امر ترک میشه. چرا؟ عمل به مستحب، ترک مستحب کدام چیزی را برای انسان وارد نمیکنه، گناه نیست، اما عمل به بدعت انسان در گمراهی میکشانه. از خاطر انسان در بدعت واقع نشوه. و کسایی که عالم است میدانه این حقیقتا را که آخر انجام این مسائل در کجا میرسه، مردم در کجا واقع میشه، این را در نظر نمیگیره، فقط اینمی موضوع را سر و صدایش بلند کرده. شما میبینی یک تعداد مردم سری موضوع کتابا نوشته کرده بدون دلیل، بدون سند، فقط نعوذ بالله پندارهای خود
خیالات خود دلیل شمار کرده مردم در این گمراهی واقع میکنه. اما خبر نداره که ابلیس لعین از امیر را کار میکنه. او تلاش میکنه که پندارهای غلط در ذهن تو بیاره، خیالای نعوذ بالله در ذهن تو بیاره که تو را در بدعت واقع کنه. در اینجا الله متعال نقشه شیطان بر ما معرفی میکنه. لعنه الله، شیطان الله متعال از رحمت خود دور کرد. دور کردن از رحمت الله متعال تمام بدبختی هایی که شیطان کرده جزایش امیسته که برای از اون موقع داده نمیشه دیگه که رای حق بپذیره و الله متعال گناهش معاف کنه. و قال، شیطان وقتی فهمید که من خود دیگه منحرف شدم، راه برای ما باقی نمانده، حالی میگه یک چیزی از امو کسایی که من بخاطرش در مورد لعنت قرار داده شده اولاد بنی آدم وارم قط خود یکسان میسازم، یعنی وارم قط خود شریک میسازم در می عذابای الله متعال. البته شیطان به جز از دوستای خود کسی دیگر اغوا یا گمراه کرده نمیتونه. مردمای هوا پرست، خواهش پرست، مردمایی که خیال پرست است، مردمایی که پندارهای خیالی داره، پشت حقیقت و پشت سند نگشته، اونو مردما را گمراه کرده رایسته. مردمانی که مخلص است، تابعدار دین الله متعال است، هیچگاه در دام شیطان گیر نمیاد. از او خاطر این اعلان خدا کرده، نقشه خدا اعلان کرده و قال، گفت لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. این خبیث از اول میفهمیده ما میگیرم جور میکنم از بندگان تو یا الله، من عبادک، بعضی از بندگان تو را میفهمید که اینمی کلی بنده های الله را ما وار تابع خود کرده نمیتونم. شیطان اعلان میکنه که اراده کوششی قوی خود دارم، مکمل خود دارم که من در جمله بنده های یک حصه را برای خود جور کنم، نصیبا مفروضا، یک حصه را مفروضا مقرر. دو مطلب داره، یا در بین بنده ها افرادی را پیدا کنم که و تابعدار و لشکر ما جور شوه. البته این مردم ها همون مردم های هوسباز و ضعیف الایمان است که همیشه پشت خیالات دویده، پشت حقیقت ندویده. پشت خیالات دویدن و حقیقت دویدن فرق داره. یک عالم قرآن کریم کتاب الله را برات پس کرده درس میده، از قرآن برات بیان میکنه، این سری تو تاثیر نداره. اما پیش یک پیر صاحب رفته، پیر صاحب میگه خو دیدم، خو امشو خو دیدم که دمینجا دینمیجا کدام زیارت است، الا بگیری جور کنه. فرد پنجره را دگرد میگیره، یک چیزی رو نمونجا به نام قبر جور میکنه، برای خود موقع ذریعه آمدن به خود جور میکنه. کسی انتقاد نمیکنه که خو سند است یا نه، در خو یک چیزی دیده شو حقیقت داره یا نداره، آیا خو در شریعت کدام امری را ثابت یا محو کرده میتونه یا نه. نه 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 نه، این گپا نیست. همیشه پشت این مردم فقط و خوار دیده، خو دیدم که اینطور شده، خو دیده. سخی، زیارت سخی مشهوری تان که در افغانستان خیلی شهرت داره، به سطح دولت اونجا ریاست داره، ریاست روزی سخی برش داده شده. این از کجا شده؟ علی رضی الله عنه در عراق شهید میشه، در اونجا در قصر کوفه دفن میشه، شو دفن میشه، به خاطری که دشمنان نبینه، قبرش نشناسه، آینده در این تعرض نکنه. از عراق حالی در مزار قبر علی پیدا میشه. از کجا پیدا میشه؟ این پندارهای غلط و تابعداری خیالات و خواهشات و خواص. پادشاه صاحب خود دیده که اینجا قبر علی است، این در کجا؟ مردم عوام فریب داده که علی رضی الله عنه را در سر شتر بار کردن، گفت مرا بار کنی، هر جایی که شتر خو کرد اونجا باز دفن میشم. آیا تو پدری تامی طور میکنی؟ باز پدرم همی طور میگه که مرا سر شتر بار کنی، جنازه مرا نخوانید. در اسلام چی دستورات است؟ پیغمبر دستور میده که زود زود جنازه را دفن کنه. عجیب است. امی حدیث به خود علی رضی الله عنه میگه که سه چیز تاخیر نکن. نماز که وقتش رسید، دختر که بالغ شد، سیالش پیدا شد، به نکاح بده، و جنازه که تیار شد زود زود کده بخوان. امی حدیث علی رضی الله عنه. پیغمبر علیه السلام به علی رضی الله عنه وصیت کرده. چطور شده میتونه علی رضی الله عنه وصیت بچه‌ش خود بکنه، مرده مرا سر شتر بار کنه، بگرده در دشتو؟ عجیب است. باز چطور اولاد علی رضی الله عنه مرده پدری خود بگذاره، در حالی که علی رضی الله عنه به میلیون‌ها دشمن داره. امین خوارج، امین عبدالرحمن ابن ملجم امیر شهید نکرده، مردهش بگذاره که مصلح کنه، مردهش بگذاره که توهین و تحقیر کنه. عقل از کلای مردم رفته. در او وقت الله ها میگه پاره لا قلب مردم همی قدر توضیح نمیداد که آیا امکان داره. خو دیده مرده علی دیجا میاد. باز که آمد همی مرده علی رضی الله عنه اینا تو به دست خود همی جا گور کردی سری قبر. پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ پیغمبر چی میگه؟ لعنت الله علی الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد.
مسجد جور شده یا نشده؟ در پالوی روزه مسجد وجود داره یا نداره؟ باز چی گفته؟ پیغمبر دعا کرد اللهم لا تجعل قبری عیدا، قبر مرا عید زمان موسمی جور نکو که مردم گاهی بیا و گاهی بره. حالی زمان موسمی نیست. باز پیغمبر میگه اللهم لا تجعل قبری وسنا یعبد، قبر مرا بت جور نکو که عبادتش میشه. طواف عبادت است، سخی طواف میشه نمیشه؟ نظر عبادت است، بنامش نظر میشه نه؟ دیگ بنام نظر سخی مانده. این کدام عقل است، این کدام بصیرت است که این حالت میشه؟ ببینید مردم چقدر مردم گمراه و تباه شد توسط از او در شرک مبتلا شده. یا خود رفته اوجا طواف کرده، یا حجت روا مشکل کشا دانسته، یا اولاد دهنده و شفا دهنده دانسته. ایره چی میکنی؟ پس که میاد نبات قط خود میاره میگه خورده است. تا این اندازه حماقت و بدبختی برای مردم پیش شده. کتاب الله چی میگه؟ قرآن چی میگه؟ قبر چی جور شد؟ گنبد جور شد؟ مزین شود؟ مصارف سر شود سری قبر؟ این در کدام کتاب است؟ در کدام مذهب است؟ هم یک مذهب برای ما بکش که میره گفته باشه که قبرها گنبد جور شد. مملکت اسلامی است. چه رقم مملکت اسلامی است؟ کلی خرافات، شرک، بدعت، ظلم، بدبختی، گناه ها، عیاشی، فحاشی، کلش دیش روا علنا میشه. مملکت اسلامی است. عجیب مملکت اسلامی است. گناهگار نمیشیم که ما بگیم که مملکت اسلامی است. علنا شرک میشه. شرک ده بزرگترین گناه دیگه نیست. بزرگترین گناه نیست. شرک میشه علنا. ابلیس لعین میفهمید، میگفت که من کلی مردم گمراه کرده نمیتونم. و قال لا تخذن، گفت مخامخا جور میکنم میگیرم من عبادک بعضی از بندگان تو هوس بازا، مردمای خیال پلو، مردمایی که پشت خیالات میده و ضعیف الایمان، نصیبا مفروضا یک حصه مقرر شده را بسیار افراد گمراه بکنم. نعوذ بالله. مدیرای شیطان، مدیرای شیطان هم میشناسی؟ خب یک آدم متدین است، تقوادار است، به سنت عمل میکنه، خوشحالی خودم به طریق سنت میگیره، غم خودم، لیکن مدیرای شیطان در گرد جمع است. تا که روادار نسازه، در بدعت واقع نکنه، در معصیت و گناه واقع نکنه، نمیمانه شه. که وای که مرده تا صبح شلغم گور بگه که وای که یک بچه داری که ایره توی خوبش نگیری که خوشحالی نکنی. و برادر من خودم میفهمم، اختیار از خودم است، بچه از خودم است، توی از خودم است، من اینو میرکم توی به طریق سنت میکنم. نه نمیمانه شه. الله متعال میگه که شیطان این تعهد کرده که من کوشش خود خرج میکنم. یک دوم مانا لا تخذن من عبادک، خام میگیرم از بنده های تو نصیبا مفروضا، حصه عبادت مقرر شده برای خود. مردم عبادت برای ما بکنه. عبادت باطل و طاغوتا غیر از الله، هر کس که عبادت میشه در حقیقت عبادت شیطان است. چرا؟ به خاطری که همین شیطان در ذهن از وا وسوسه انداخته، عملش مزین کرده، در سر حدی میرسه که عمل بدعت برشان ثواب بالا میشه. امروز ببینید جنگا سری از این گپا میشه، میلاد شوه یا نشوه. الا میلاد بدعت است، روزی تولد پیغمبر جشن گرفته شوه. چقدر جشن گرفته شوه؟ در هتل یورانوس به هزارها مردم به اونجا پلو و گوشت داده شوه که چیست؟ روزی تولد پیغمبر جشن گرفته شود. تو غم یتیم و بیوار خوردی؟ او جناب خیر است که در حکومت هستی، همین قدر نمیدانستی؟ اونجا رشوت میگیری، اونجا خودت مردم مظلوم بیچاره را نگذاشتی، باز میری مصرف در اونجا میکنی. به الله قسم اگر الله ببخشته به این گپا تو کار بدعت بکو تو بخشیده میشی. عجیب است. ملاها و مولای امام رفته خطشان چی میکنه؟ نمیگه که سنت رسول الله چیست، طریقی پیغمبر چیست. ولا ادلنهم، خام یارا گمراه میکنم. اول عمله شیطان بالای عقیده است، تلاش میکنه که مردم در شرک واقع کنه. از او خاطر میگه خام گمراه میکنم یارا در عقاید. ولا امنینهم، خام یارا آرزوها میدم. چی معنی؟ امیدها میدم، هوسها را برش، خواهشات میدم برشان، سرگرمی آرزوها میسازم در خیالات. تایی که در قصه گناه نیست که گناه چی است. امروز موسیقی چطور شده برای مردم؟ هنوز دعوا داره غذای روح هست. میگه گناه مناخ هیچ نمیشماره. عیاشی و فحاشی در کجا رسیده؟ بی حجابی را مردم افتخار میدانه، عزت میدانه، ایره ترقی و پیشرفت میدانه. از دستی همی شیطان است، مزین کرده از ذهن مردم همی گپاره. خیالات، آرزوها میده. چی رقم آرزوها میده؟ او برد میگه خیر است، باز پسان که خب ریش سفید شدی باز ریشی تبان، پسان باز نمازا بخوان، الله لک بخش است. باز برد میگه
الله خی خطرم ظلم نک تو مانده باشی باز بخیزی وضو کنی نماز بخونی. خب رقم آرزوها را برای خیالت میاره. دیگه چی میگه؟ او جایی که پیغمبر باشه تو را کسی در دوزخ برده نمیتونه، بغم باش. خیر است اگه عبادت هم نکنی. ولا آمرنهم، خامخام امر میکنم یاره اینا امر میکنم به اعمال ناشایسته و بد گناه. اول خود در بخش عقیده تلاش میکنه شیطان تا مردم در شرک واقع کنه. اگر نشد حالی امر میکنه فلا یبتکن آذان الانعام، خامخا شگاف میکنه، ختم میکنه آذان الانعام، گوشای چارپایا را به نام بتا شگاف میکنه، سوراخ میکنه، نظر میکنه به نام بتا، به نام باباها. امروز به نام باباها و قبرها نظر میشه. حیوانی که به نام بابا و قبرها نظر شه او را باز کسی غرض نمیگیره. و اگر کشتی مردم هم میخوره میگه نه 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 این بزی فلانی قبری باباست، این را از زراعتی دی نکن. نظر میکنه به نام ازی. قرآن کریم میگه عالی فعلا هم وجود داره. بچه میره در طرف مسافری، پدرش میره فرد گوشی بزی خدا قطع میکنه. خیرت است این را به نام فلانی نظر کردیم، نام بچه خدا میگیره. به نام احمد نظر کرده، نظر به نام الله میشه. تا که او بچه پس نگشته اینمی حیوان ذبح نمیشه. که پس گشت باز ددم پای از اوی را ذبح میکنه، میگه به نام تو نظر کردیم. بدعتها را ببینی، گناه ها را ببینی. آیا این چی است؟ او را چی میکنی؟ جناب حاجی صاحب که از کعبه پس آمده در دم پایش چی میشه؟ بگه گوسفند ذبح میشه به احترام و تعظیمش. اگر این گوسفند به احترام و تعظیم حاجی ذبح میشه حلال است یا حرام است؟ گوشت از این حرام است، مردار است، برای تعظیم الله نشده. نام الله را ولو که بگیریم تو مقصد تعظیم چی است؟ حاجی است. توی میکنه در دم عروس خروس حلال میکنه برای تعظیم کی؟ عروس. باز بعد از او قطع خونش هم و بوتش هم رنگ میکنه که برو پای در خون شد دیگه. بعد از این در این خانه خون میجوشه، همونطور میشه. آمدن دیگه در این خانه خوشی نیست. عجیب است این عنعنات، این گپاس کجاست؟ کدام دی؟ ولا آمرنهم، خامخام یارا امر میکنم، یعنی تعلیمی کارای بد میدم. فلا یغیرن، خامخا تغییر میده این مردم خلق الله، صورتهای ساخته شده الله را. دو معنا داره. خلق الله عبارت از فطرت است، دین الله است. یعنی اینجا صورت یا پیدایش الله را دو قسم است، یکی ظاهری یکی باطنی. ظاهری اینمی شکلای ظاهری است. الله به زن یک قسم شکل داده، به مرد دیگه قسم شکل داده، تمیز شود، فرق شود بین زن و مرد. اما این مردم تلاش میکنه که تغییر بده. از همون خاطر است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لعنت گفته متشابهات بر رجال، زنانی که خود مشابه به مردان میسازه، مویای خود مثل ازو پریت میکنه، قیچی میکنه، لباس با مثل ازو میپوشه، چپلک با مثل ازو میپوشه، رفتار و گفتار خود مثل مردان میکنه. لعنت الله سرش است. پیغمبر برش بد دعا کرده و لعنت گفته بالای مردایی که متشبهین بالنساء، خود با زنا مشابه میکنه، خود آنقدر صاف و پاک میکنه تو میگی دختر است، مویا این در کمر میلگه. چرا؟ یکی تغییر خلق الله را میکنه، صورتی که الله برش داده او را تغییر میده، ابروی خود میچینه باریک میکنه. تو این صورتی که الله برات داده سر از انتقاد و اعتراض داری، ریش خود تراش میکنه، خفه نشوی. این تغییر خلق الله است، مکمل دی. این وسوسه شیطان است. شما خب یک مرتبه خود تجربه کنی، یک مرتبه ریشه بگذار، خب صفا، ولی البته ریشای این طورام نکنی که یک تعداد مردم نام دین بد کرده، به نام ملا و به نام صوفی ریشه را میمانه، نعوذ بالله اونجا خانهش بشا جور میشه. او طورام نیست. در دین اسلام همه چیز نظافت و پاکی مراعات میشه. تو ریشه بگذار، با یک دفعه عکسی تا بگی، باز بعد از ریشی تکل کو باز ببی صورت زیبایی تا باز مقایسه کن که رب الله قسم کدام حالت خوبیش است. امی خواهر میگم تو یک دفعه تصویری تا در حالت بی ابرو چیندن ببی و یک دفعه ابرو چیندن تا ببی که چی چیز است پیش جور شده، زیبایی در کدامش است. اما ابلیسی لعین در ذهن توی را مزین میکنه که نه ای برم خوشه. باز دیگهش میگه یک تعداد زنا که چیست شوهر مرا امر کرده به اجازه شوهر. ملای بدبخت هم در تلویزیون اعلان میکنه که اگر شوهر بگه پروانه داره. این از کجا کشیدی؟ حدیث پیغمبر علیه السلام که لعنت بالای نامسه و متنمسه گفته.
کسی که ابروچینی میکنه و از کدام زنی که ابروش چینده میشه، هر دویش پیغمبر لعنت گفته. کل محدثین از متقدمین متأخرین امی حدیث تشریح میکنه که مراد از این چیندن موی است از رخسار و از ابرو. تو جناب مولا از کجا پیدا شدی به مردم این راه ها را کشیدی؟ تو شاگرد شیطان گشتی؟ یک دفعه کتاب مراجعه بکن که مراد از او چی است. آن چیزی تو دین خب حدیث پیامبر تو خوب میفهمی یا متقدمین خوب میفهمی. عجیب اجازه ها کرده این کلش. از او خاطر مفسرین در زیر آیات نوشته میکنه زنانی که ابروی خود میچینه، زنانی که خالکوبی میکنه، زنانی که فاصله را در بین دندانهای خود پیدا میکنه، زنانی که موهای ساختگی را میاندازه یا کلش در داخل است به خاطر که تغییر خلق الله را میکنه، زنانی که لباس خود، آواز خود، حلیه خود مثل مردا جور میکنه، در لعنت الله گرفتار است، زیر آیت داخل است یا در حقیقت شاگردای شیطان جور میشه، نعوذ بالله تابعدارای شیطان میشه. مردایی که نمی قسم خود مثل زنا جور کرده یا در داخل است. شیطان همی گپ میگه تغییر خلق یا پیدایش الله در ظاهر است، تغییر پیدایش الله در باطن عبارت از دین و فطرت الله است. هر طفلی که در دنیا می الله متعال به صفت اسلام او را متولد می سازه. در دنیا به صفت اسلام است. الله استعداد برش داده که او اگر همونطور گذاشته شود مسلمان تربیه میشه. از همون خاطر در حدیث پیامبر علیه السلام میگه کل مولود یولد علی الفطره، هر طفلی که به دنیا میاد به فطرت تولد میشه، یعنی عقیدهش اسلام است. فابواه یهودانی و ینصرانی چیستا او ینصرانی او یمجسانی، پدر و مادرش است که گاهی یهودی جور میکنه شه، گاهی نصرانی، گاهی مجوس. در ماحول محیطی که میاد طفل تابع همون ماحول محیط میشه، تابعداری از او را میکنه، وگرنه در اصل خلقت الله او را مسلمان پیدا کرده. از او خاطر است که الله متعال میگه مردم است که باز پسان تغییر میده، امو مسیری خدا یا امو هدفی خدا دیگه طرف میگردانه و ای با وسوسه های شیطان. و من یتخذ الشیطان ولیا، کسی که بگیره شیطان ولیا به دوستی، تابعداری از او را بکنه، وسوسه های از او را اعتماد سرش بکنه. اینه کدام پندارهای غلطی که شیطان برش پیش کرده امو را برای خود دین جور میکنه. من دون الله بغیر از الله فقط خسر خسران مبینا. این آدم سخت تاوانی شده، تاوانی آشکارا. چرا؟ مسیری که الله برد انتخاب کرده، وحی روان کرده، پیغمبر روان کرده، اینی مسیر و جاده مستقیم میگذاری، میری پشت پندارها، میری پشت وسوسه های شیطانی، تباه و برباد میشی. چرا دین الله را ترک میکنی میری پشت خیالات؟ یعدهم و یمنیهم، یعدهم وعده میده شیطان مردم در عقاید. چی بگه؟ حساب و کتاب کجاست؟ کی قدر بیکار است؟ یک قدر مخلوق بیبی کی قدر حساب و کتاب میکنه؟ مردم مسلمان، خانواده مسلمانی ما میگه میزنه او کی از اوجا آمده، برو 4 روز زندگی تا به عیش و عشرت تیر که کی از قبر آمده؟ همینطور میگه نمیگه؟ این کلمه کفر است. اگر مرد باشه یا زن باشه وقتی کلمه را میگه نکاحش از بین میره، اعمال نیکش مکمل از بین میره. چرا این کلمه کفر است؟ عقیده به حساب و کتاب آخرت نداره. یکی از جمله فرایض دین ما عقیده به آخرت است. عقیده به آخرت مشتمل به بسیار عقاید است. حق بودن عذاب قبر، تیر شدن پلیسوارات، محاسبه کردن، حساب و کتاب کردن، سفارش صفحات کبرا و جنت و دوزخ بودن، اعراف، کلی مسائل که تعلق با آخرت داره. از یک مسئلهش کسی منکر شد کافر. شیطان وعده میده برات که نه برو الله لک بخش است، هیچ پروا نداره. این یادی گپ است. گناه های بزرگ در نظرت خیلی خرد معرفی. 1-2 روز از جوانی است باز خیر است که پیر شدیم باز در کنج مسجد میریم، حالی خوب از رخ ما نمیشه. این آرزوها را میده. و یمنیهم، هوسا برشان میده، خیالاتی نعوذ بالله فاسده را در ذهنشان میاره. اینه اینطور فایده ها را برش بیان میکنه که اینی کار اینی طور فایده داره، شراب اینی طور فایده داره، کبابش دیگهش در چی ایرونش اینی طور فایده داره. مردکه را مبتلا به اینطور عمل میسازه که آینده زندگیش خراب میشه. مردم به چشم سر میبینه که چی حالت آمده. و ما یعدهم الشیطان، وعده نمیده یارا شیطان الا غرورا، مگر وعده فریب است. فقط یارا فریب میده. چقدر این شیطان انسان چی میده؟ حوصله مندی میده که خیر است اینی کار انجام بده، ثواب است، توبه بکو. تو خبر داری که ثواب تو زنده است یا وفات میکنی؟
چطور است؟ اینی شیطان است. اینطور حرصای طولانی را برات میده. در نظر دی تو نقشه های طولانی است که پرسان نکن. بلدنگ های تو نقشه برات جور میکنه که او 20 سال بعد جور میشه و تو 1 سال بعد برو بخیر در گور میری. هیچ چیز هم نکرده ای. اینی کلش وسوسه های شیطانی است. شیطان اینی نقشه خود اعلان کرده برای الله متعال که من اینی کارا را میکنم. قرآن امین نقشه شیطان به ما اعلان کرده، ما بازم در پشت نقشه شیطان بریم. اولئک مأواهم جهنم. اینی سرنوشت مردمی است که پیروی شیطان کرده. اولئک ای مردم که پیروی شیطان کرد، سخنای شیطان پذیرفت، مأواهم جای باششان جهنم و جهنم است. ولا یجدون آنها نمیابن از جهنم محیصا، رای نجات و خلاصی، رای فرار، خلاص نمیشن.